سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به دنیای واقعا جذاب تبلیغات و البته بازاریابی ویروسی و اون قدرت شگفت‌انگیز داستان سارایی. یه سری منابع جالب به دستمون رسیده که میخوایم بر اساس اونا صحبت کنیم. بله، منابعی که داریم خیلی خوبن، از تاریخچه تبلیغات هست تا یعنی تکنیک های وایرال شدن و بررسی کمپین های موفق هم جهانی هم ایرانی و خب نقش خیلی کلیدی داستان سارایی توی فروش. دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم چی باعث میشه یه تبلیغ، یه کمپین انقدر موفق و موندگار بشه و اینکه برندها چطور سعی میکنن توی این دنیای شلوغ توجه شما رو واقعا جلب کنن. خب شروع کنیم؟ بریم. خیلی موضوع جذابیه. جالبه ببینیم که تبلیغات چطور، یعنی از کجا شروع شده. از اون اعلان‌های خیلی ساده مثلا روی پاپیروس‌ها توی مصر باستان یا جارچی‌های توی شهرها. آره، خیلی ابتدایی بوده. تا الان که تبدیل شده به یه ابزار خب خیلی پیچیده. ابزاری که حتی فرهنگ و رفتار ما مصرف کننده ها رو توی عصر دیجیتال شکل میده. واقعا. منابعی که شما اشاره کردید این سیر تحول و تأثیر اجتماعی تبلیغات رو خیلی خوب نشون میدن. و یه جنبه خیلی مدرن و جالبش همین بازاریابی ویروسیه، وایرال مارکتینگ. آره، خیلی دنبالشن. چون کم هزینه است، پتانسیل دسترسیش خیلی بالاست و مردم حس نمی‌کنن داری بهشون چیزی رو مستقیم تحمیل می‌کنی. همینطوره. یادتون هست مثال اوریو رو، همون بیسکویت اوریو، موقع قطعی برق تو بازی سوپر بول. آها، آره یادمه. با یه توییت خیلی ساده و هوشمندانه و سریع. چی بود؟ هنوز میتونید توی تاریکی بیسکویت بخورید. دقیقاً، چقدر به موقع بود. میلیون‌ها بار دیده شد. یا اون رقابت خیلی معروف بین پاپایز و چیک فیلی سر ساندویچ مرغشون، یادتونه؟ آره، جنگ ساندویچ مرغ. آره، کل توییتر رو گرفته بود. باعث شد ساندویچ پاپایز اصلا نایاب بشه. عجب. اینا نشون میده گاهی یعنی سرعت عمل و اون هوشمندی لحظه‌ای خیلی مهمتر از بودجه های کلانه. باید نبض جامعه دستت باشه. ولی فقط سرعت و شوخی نیست، درسته؟ نه، قطعاً. اون نقل قولی که از ریچارد پاورز بود توی منابع خیلی جالب بود. یه قصه خوب. دقیقاً. قدرت داستان سرایی و برقراری یه ارتباط عاطفی با مخاطب واقعاً حیاتیه. کمپین Just Do It نایکی رو در نظر بگیرید. این کمپین چطور تونست انقدر ماندگار بشه؟ خب اواخر دهه 80 بود که ورزش داشت همگانی تر می شد. نایکی خیلی هوشمندانه عمل کرد. اونا فقط کفش نمیفروختن، داشتن یه حس رو میفروختن. حس توانمندی، غلبه بر محدودیت‌ها، انگیزه. یعنی فراتر از محصول رفتن. دقیقاً. با وصل شدن به این احساسات عمیق و خب جهانی تونستن با یه طیف وسیع‌تری از مخاطب ارتباط برقرار کنن. دیگه فقط ورزشکارای حرفه‌ای نبودن. یه جور الهام بخشی بود انگار. همینطوره. تبدیل شد به یه پدیده فرهنگی تقریباً. یه مثال دیگه که خیلی به نظرم جسورانه بود، کمپین زیبایی واقعی داو بود. بله، اونم خیلی تاثیرگذار بود. وقتی فهمیدن فقط درصد خیلی کمی از زنها خودشون رو واقعا زیبا میدونن. که خیلی آمار تکان دهنده‌ایه. آره واقعاً. اونا اومدن به جای مدلای بی‌نقص و خب غیر واقعی از زنای معمولی استفاده کردن با شکل‌ها و اندازهای مختلف. این حرکت یعنی یه جورایی کل گفتمان مربوط به استانداردهای زیبایی رو تو دنیا به چالش کشید. خیلی شجاعانه بود. بله، و این جسارت تو به چالش کشیدن وضعیت موجود قدرت زیادی داره. داو با این کار خودش رو به عنوان یه برندی معرفی کرد که دغدغه‌های عمیق‌تر مخاطبش رو میفهمه. و این صداقت باعث شد یه وفاداری خیلی قوی ایجاد بشه فکر میکنم. 100%. گاهی هم این به چالش کشیدن با چاشنی طنز همراه میشه. کمپین اسنیکرز یادتونه؟ وقتی گرسنه خودت نیستی؟ میخنده، عالی بودون، فوق‌العاده بود. چطور یه مشکل خیلی ساده و روزمره، یعنی گرسنگی و بدخلقی ناشی از اون رو اینقدر خوب به هویت برندشون گره زدن؟ استراتژیشون خیلی هوشمندانه بود. اونا دنبال شهرت بودن، فقط نمیخواستن بگن اسنیکرز وجود داره. با استفاده از سلبریتیات توی موقعیت‌های خیلی بامزه و اغراق شده. آره، که وقتی گرسنه میشدن تبدیل به یه شخصیت دیگه میشدن. دقیقاً. و نشون دادن که اسنیکرز راه حله.
اینطوری تونستن پیامشون رو جهانی کنن و حسابی تو ذهنا بمونه. اون طنز باعث شد همه باهاش ارتباط برقرار کنن. تو ایران خودمونم نمونه‌های خوب از طنز داریم. مثلا کمپین ممنونم ویلی کاله. یادتونه؟ آره، اون پنیر ویلی. با اون شخصیت پردازی بامزه و اون شعرهای کوتاه و جذابش خیلی خوب جا افتاد. کاملاً. تو ذهن میموند. یا حتی ساختارشکنی که بانک ملی کرد با کمپین رمزت رو فریاد بزن برای رمز پویا. آها، بله. کاری که دقیقاً برعکس چیزی بود که همه فکر می‌کردن درسته. یعنی همیشه میگفتن رمزتو به کسی نگو. درسته. اینو نشون میده که درک درست از فرهنگ بومی و استفاده خلاقانه از طنز یا حتی ساختارشکنی‌های حساب شده میتونه خیلی مؤثر باشه. فقط کپی کردن مدل‌های خارجی نیست. نه اصلاً. باید هوشمندانه بومی سازی بشه. و البته نمیتونیم از کمپین کلاسیک فولکسواگن با اون شعار معروف کوچک بندیش یا Think Small نگذریم. نه، اون یه نقطه عطف تو تاریخ تبلیغات. اون زمان که همه ماشینای بزرگ و پرزرق و برق آمریکایی مد بودن، اونا اومدن روی چی مانور دادن؟ روی سادگی و کوچیک بودن. دقیقاً. و این کار رو با صداقت کامل انجام دادن. مزیت‌های واقعی محصولشون مثل مصرف کم بنزین، جای پارک راحت، اینا رو برجسته کردن. حتی طراحی خود تبلیغاتشون هم خیلی ساده و مینیمال بود. یه عکس بزرگ از ماشین با کلی فضای سفید و یه متن کوتاه پایینش. همینطوره. این کمپین نشون داد که اگه برخلاف جریان حرکت کنی، اما بر اساس حقیقت محصولت و شناخت درست مخاطب باشه، میتونی قواعد بازی رو عوض کنی و خیلی هم موفق باشی. کلیدش به نظرم صداقت و تمرکز بود. پس ببینید چقدر دنیای پیچیده‌ایه. پشت این تبلیغات موفقی که ما می‌بینیم و شاید ساده به نظر برسن، یه ترکیب پیچیده از روانشناسی، جامعه شناسی، هنر داستانگویی، خلاقیت و گاهی وقتا جسارت محضه. کاملاً. و درک این تکنیک‌ها به نظرم به شما که شنونده ما هستید کمک میکنه که پیام‌هایی که هر روز باشون بمباران میشید رو با یه نگاه دقیق‌تر و شاید منتقدانه‌تر ببینید. و این ما رو میرسونه به یه سوال پایانی که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. حالا که این تکنیک ها و این تاریخچه رو کمی بهتر میشناسید، نگاهتون به پیام‌های تبلیغاتی چطور تغییر میکنه؟ آیا این آگاهی باعث میشه منتقدتر بشید، سعی کنید لایه‌های پنهان پیام‌ها رو ببینید، یا نه بیشتر از قبل هوشمندی و خلاقیتی که پشت این داستان سرای برندها هست رو تحسین میکنید؟ سوال جالبیه. چیزیه که میتونید بهش فکر کنید تا برنامه بعدی ما. همینطوره.